آذر رو برای شما معرفی میکنم. کتاب آذر سومین مجموعه داستان علی خدایی است. 2 مجموعه داستان قبلی او از میان شیشه، از میان مه و تمام زمستان مرا گرم کن مورد توجه خوانندگان، منتقدان و داوران جوایز ادبی قرار گرفته است و از دهه 70 تا به امروز همچنان خوانده می شود. کتاب آذر شامل 11 داستان است که شخصیت‌های مشترک این داستان‌ها نوعی پیوند و اتصال را بین آنها ایجاد کرده است و در نتیجه می‌توان کتاب آذر را مجموعه داستانی به هم پیوسته در نظر گرفت. نام 3 داستان از این مجموعه برگرفته از نام شخصیت‌های این کتاب است: آذر، فرهاد و سهراب. این شخصیت‌ها به همراه پدر که در بیشتر داستان‌ها راوی است، خانواده‌ای 4 نفره از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهد که در اصفهان زندگی می‌کنند. خانواده و شهر اصفهان از دغدغه‌های علی خدایی است که در این مجموعه هم پیداست. دقت در جزئیات و باریک‌بینی در روابط خانوادگی و زناشویی مضمون اصلی داستان‌های این مجموعه است. بستر این رویدادها شهر اصفهان است و انگار اصفهان هم یکی از شخصیت‌های این کتاب است. در داستان سین اصفهان، تاریخ اصفهان به شکلی ادبی و هنرمندانه روایت می شود. علی خدایی در این مجموعه روزمره‌ها را